میگویند که خشتبراری یکی از قدیمترین هنرهای مردم تاجیک بود. دلیل این گفته ها شهرهای باستانی و بازمانده های شهرهای قدیم است. و اگر ما به تاریخ نظر افکنیم و ببینیم که چقدر شهرهای قدیمه داریم، تمام همین شهرها با خشت‌های پخته بنیاد یافته بود. بعضی شهرها 10 عصر، 12 یا 15 عصر تاریخ دارند، ولی خشت‌های آنها هنوز هم باقی است، هنوز هم کارشایم است و این دلیل آن است که هنر آنها در این سمت خیلی رونق یافته بود. و دوستان عزیز، حالا ما در یکی از کارخانه‌های خشتبراری شهر پنجکین قرار داریم و آمدیم که از جریان کار این کارخانه به شما نشان دهیم، زیرا که همون تکنولوژی در خشتبراری استفاده می شود ولی با دستگاه‌های نو و زمانوی و معاصر. و می رویم و از جریان کار این کارخانه آگاهی پیدا می‌کنیم. رفتیم. سلام علیکم. شما خوبید؟ کاراتون نه؟ خب میتوانید که امروز جریان کار رو برای ما نشان دهید؟ بله بله بله. در این کارخانه چگونه خشت میبرند؟ هم میشه نشون میدیم از از کجا شروع میکنیم؟ از بالا. از بالا. از جای خاک میاد، بعد خاک اومده لای میشه. این دستگاه خیلی کلان است. دستگاه مثلا در یک ساعت شما چند دانه خشت استحصال میکنید؟ در یک ساعت ما 5000 خشت استحصال میکنیم. 5000 6000. عجایب. خاک از آوای میداره از دور میتوانیم ببینیم؟ ها خاک از کجا میاد؟ خاک از دور خاک میریزن، خاک با واسطه لنت ها با خندانی لایکنی میداره. خاک را از کجا میارید شما؟ خاک از کریر، از 30 کیلومتر دورتر کریر داریم ما، مخصوص برای کارخانه کریر است. اون تپه کلان است؟ هست ذخیره خاک را میکنید؟ میبریم ماشینای سماسال آوره خالی میکنیم. فقط از خاک رفته ایستاده است؟ اینجا خاک رفته ایستاده است. فقط میتوانیم رفته از نزدیک بشیم؟ برابر. شما بگو. آره خاک ده خاک چطور که خاک اومد من میدونم. خاک نامدار است؟ خاک حتمی نامدار باید باشه. حتمی نامدار باید که نامدارکش 10-15 فایز داشته باشه. نباشد نامدارکش صفت خود خیلی بهتر. این وقتی که زمین رو میکنن الان این خاک الان همیگونه نامدار است. این ذخیره کردن نامدار کرده میمونه. یکون جای مخصوص هست؟ هست جا هست. برای نامدار کردن؟ بله. همینشه. عجیب. همین گونه میآید؟ میآید، هم تو گذشته میآید. من خندانی لای کلاک بله. یه دیدی لای میشه. لای تبدیل می‌یابد. تبدیل می‌یابد. واسطه این آب. آب. مثلا در چند مدت آماده می‌شود این لای؟ خودش هم معلوم میشه. مرا کی تیار شد میفروشه پایان. برای این هیچ دستگاه هیچ لازم نیست. هیچ لازم. خودش اتوماتیکه. دیدی میفروشه نه. الان که این لای فرآمده ایستاده است نه؟ بله. عجیب. رفته با یک دستگاه دیگه هست که از که آمیخته میکنند پایان دستگاه شما رو پایان میکنه. این دستگاه خیلی دستگاه کلان است؟ کلان. این دستگاه از کجا آمده است تاجیکستان؟ این دستگاهش دیگه‌اش استعداد روسیه بود، دیگه‌اش استعداد چینی است. کدام وقت اینا شما کارخانه را بنیاد کردید؟ کارخانه خودی کارخانه سال 1960 بنیاشتگی این کارخانه در شوروی کار میکرد. 2010 به کارخانه از مرد خرید داشته، از دیگه تجدید یافته. 2016 فاکتوری کار کرد. یعنی دستگاهاش نو شد، کارش جریانش تیزتر شد. جریانش تیزتر، اختیارش بسیارتر. همین گونه است. خیلی عجیب است ببینید که مثلا در یک مدت کوتاه لای تیار می شود می رود و قوه انسانی کمتر صرف می شود برای. از کجا کدام جریان رو می بینیم؟ پایان آماده کردن خاله. خودی خاله خوش ببراره. خب بفرمایید.
آمیخته شدن. داخلی یک لحظه از یوزه است ببینم. اینجا هم مثل بالا است، یعنی آمیخته می شود، سخت‌تر شدن. عجیب، خیلی عجیب. وقتی که از اینجا آمیخته شده اینجا بعد لای سخت‌تر می شود. ببین این آب‌ها از کجا هستن؟ آب را این یعنی همین آب می‌ایستن همه وقت این برای رانندگی استفاده کنیم. این همین این بهتره آهن کو. این گرم میکند الان که گرم است. این گرم است بیننده عزیز. گرم‌تر است. و بعد از این در اینجا میبره. یه دنیا همه خیلی توفیقه که ماندگی همون قالب کنجه میبرد همه خیلی میبره. قالب. مثلا چند متر است یک قالب؟ 1.20. 17 خش میشه. 1.20 17 دانه خیس میشه. در یک دقیقه چند دانه میشود؟ در یک دقیقه چند دانه شد؟ یک خش 3 خش میبره. 3 بلوک. 51 دانه در یک دقیقه. عجیب. و قسمتی خب وقتی که اینجا آمد الکی برابر میبرد اینجا. این میبریدگی تجدیدی خیش رو میبره. دیگر هیچ برنامه لازم نیست، این برنامه ریزی شده این برنامه هم من بهترین. خب همین گونه میآید از اینجا. و همین گونه مثلا میآید ببینید که چقدر کار آسان شده. بیننده عزیز از اون که اینجا کمتر چنگ و خاک است کمی گلوی من هم خارش اومد، ولی بچه ها عادت کردن فکر کنم. خب ببینید چقدر اتوماتی الکی خشت وارد عربه میگردد و بچه ها میگونه یک دیگر رو در عربه 45 دانه خیست بار بکره میبرن برای خشکنی کجا هست؟ آزمایش میکنن. خب میدانچه مخصوص برای خشکنی جاها هست. در آفتاب در هوای خوب در آفتاب در تگ بیان کنند میشود. چند روز باید اونها خشک شوند؟ این باید که 48 ساعت خشک شود. درست 48 ساعت خشک شود. خشک شده بعد اتکا میداره برای خدا. ببینیم کجا است. من میخوام میدان ها برای جا به جا میگذارن برای خشک کردن. من خشتو اونجا آماده است برای پختن. این خشت خام است؟ این خشت خام است. همون قالبی که از این هم بشود که استفاده برد نه؟ نه اکثر شهروندای ما از همین استفاده میبرن برای ساختن خانه. خب این از خشت پخته چه فرق داره؟ این خام است، این خشت پخته این خام است. زود میتواند بشکند. میتواند بشکند لیکن این که باید مستحکم است، سخت کند پریسش. جا سخت مثلا سخت است. از آماده که قالبی که دست میروزن کو، اول این ده کرده بقواتر است. ولی وقتی که با مثلا داخلی برای منظر برای پختن یا خیلی سخت. سخت است. بعد خب عجیب، خیلی عجیب. این مثلا حجمش چقدر است؟ این حجمش 25 6.5 بلندی 6.5 12 پهنویش 12 درازیش 25 6.5 بلندیش. این استانداردی دولت شوروی هست. وزنش 4 کیلو. 4 کیلو. بعد پختن 3200 میشه. خیلی احتیاطکارانه فراورده شود که قالبشون ویران نشود. ایزی دست نماند، هیچ نماند. هنگامی استفاده بردن مثلا هنگامی ساختمان دیوار کج نشود. بله این تمام نازکش که میگذارن جاش بده. خشتی اول چون نهاد معمار کرد تا با آخر میرود دیوار کج. عجیب. و ببینید که در وصف خشت و خشت براری بود مثلا بیناکاری چقدر شعرهای زیادی در همین ادبیات ما محفوظ است. بله این هم دلیل اون است که خیلی هنری مثلا قدیمه بودن این خشت براری مردم ما رو میکنه. شاید تکنولوژی اون دوران با کلی از امروز فرق میکنه ولی این چیز خیلی مهم بود برای مردم ما. خب من همینجا آورم. اینا خشتای تر هستن. حاضی برآمدگی، حاضی است. اینا باید خیلی احتیاطکارانه گرفت نه؟ چون فکر میکنم که با دلیل اون که خیلی اونجا که مثلا با هم
مستحکم است مستحکم پرس است. است برای همین میگیرن به یگان مامانه خراب نمیشود خراب نمیشه آوردم حالا که معلوم است خیر خراب نمیشه یعنی به همین گونه بعدشون به خاطر اون این گونه که مثلا شمال در خوش شود خشک شود نه اینجا مثلا برای فاصله بین دارد. که اینجا شمال در آمده خوش شود خشک شود خوش بر عجیب از اینجا باز مثلا با تکنولوژی با ماشین های مخصوص مخصوص بابا میداریم خوندان کجا از برای خمدان خوندان میداریم باز میریم خمدان بله خوندان خشپزی ببینیم خشتا خشک شدن در 48 ساعت یعنی در 2 شبانه روز و اینجا تنور است تنور است تنور خشپزی است خوب، عجیب. وارد همین بابا عربچه مخصوص در آورده اینجا گرم است عجیب دیوارهای هم گرم است است گرم است گرم است نه؟ اینجوری است خب در آوره با طرز من چنین طرز میچینم میچینم. میچینم من برای این شکوه برای اینجا کومور میدارم اینو مثلا این گونه میگذاری درست بچه حالا که از جرانی اینا کار کردن متخصص هستن. متخصص است متخصص خب درست است همین گونه گذاشتیم بله بله خب و همین گونه میان اینها باز هم فاصله است فاصله است برای کومور در بالا می و گرمی از بالا میاد اینجا که خیلی گرم است یک حرارت معتدلی گرمی است معتدل است بسیار گرم هم نیست 15 20 گرم گرم است چند وقت در اینجا میستن اینا حال سیکل ده اینا پختن من یک مقدار خود یک ساعت 22 ساعت به خشک میپزن اینا زودتر میپزن اینا زودتر 22 ساعت در هوای مثلا باز تمپراتوری معین تا 1000 تا 900 گرم کشد 22 ساعت میپزن با هست پیشش تا 1000 گرم گرم اون جایی که خشک پزن علوب که هست 1000 گرم اینجا پر میشود پر میشه بعد این گرم میاد این همه علوب نوبت گرمی از اون طرف آمده دوست خوب عجیب این نوبت وقت میاد عجیب و میرویم جربانی مثلا خشپزی رو میبینیم خوب باشه حجم این تنور چقدر است؟ حجمش 170,000 خش میبره 170,000 خش میبره مساحتش رو؟ مساحتش اینجا 60 متر 12 به 60 و 12 متر بلند است بلند است 4 و متر چند مثلا درآمدگاه دارن نه 20 درآمدگاه 20 درآمدگاه دارن بعضیش محکم کرده است برای درآورده میکشن وقتی که همونجا علام میاد درای حتما محکم میکنن با خشت باید که هوا عموما وارد نشه هوا فقط با ونتیلاتور کتی هوای مخصوص کتی این هوای بیرون درات کو علام میمورد از اینجا محکم میکنه محکم که لای میکنه عجیب. خب این هوای بیرون نمیدارن این هوای مخصوص فقط برای درآوردن علام بالا میبره کار اینجا یک زنجیره به هم پیوست است پیوست اگر یک مثلا یک بخش اگر همین کارگاه از کار بماند تمام کارخانه از کار بماند یعنی همهش به هم دیگر پیوسته دارن و باید همیشه در جریان کار باشن بله عجیب برای من اینجا حاضر خشتش پخته رفتگی خب تیار برای این قسمت خشته پخته از این پره هم تنور است نه تنور است از این طرف ایر 10 تا 8 اینو برای چی هستن؟ این برای همون هوا رو معتدل کردن این از تو بلند و همین شمال میدین بله عجیب همون وقتی دستگاهی که شمالدهی هست همین نکته این هر یک هر یک دین 20 تا داره کامera گوید که خوندن هر یک تاش باید داره مخصوص ونتیلاتور داره شمالدهی داره کجا پاس میکنن کجا بلند میکنن حرارت رو نگاه میکنن بله اینا یک مرکب تکنولوژیش بسیار اگر نازک اگر کم ترکش خطا کار کرده یا خش ویران میشه یا صفتش بیکار میشه عجیب برای همون یعنی بسیار باید متخصصی ورزیده باشه کار همین گونه ساده و آسان است بله عجیب یعنی با توسط انگشت با تشفط میشود بله همین گونه مسائل
من میبردونم خب من خیلی چقدر حرارتی گرم من میگیرم من کم تر کم تمام اون خیشت هستن اونایی که خیشت هستن حالا که از اینجا دیده می شود خیشت دیده می شود وقتی که پر می شود از اینجا حالا که گرم برای مثلا فروزان شدن آتش مخصوص هوا داده می شود هوا داده می شود مخم میکنیم و مانندی باید دیگه ها باید دیگه انا گرید یک شو بینید من یک شوی برام همین رو کشویم که کشوی بله خوب خدا گرمی از اینجا میاد آهسته مثلا همین گونه بله نباید به این دست رسون چون خیلی گرم است دست حتما که میسوزه انا مخم خوب اینجا اینی حال چند مثلا پیچکه ها و پیچکه هست این من دید آتش همینجا هر جایی که مثلا من دید همین یک ریاض من 10 ریاض گیتم 10 قطار الان بونده میره باید که پیشم بدید جگرمی همین رفته است پیشم با 30 تا قطار باید باشد 30 قطار پیش باشد 30 قطار قفا باشد الان بابا این همینو میگیره 30 قطار پس 30 قطار پیش بر بعد وقتی که مثلا در 24 ساعت 24 ساعت وقت مثلا خشت‌ها در داخل این پخته میرسند برای سرتر شدن چند قدر وقت ممکن است سرد میشه سوز میشه میکشیم درشه سوز یک روز میشه 10 ساعت 12 ساعت ما میگیریم یعنی شما در یک شبانه روز میتوانید که 10 15 هزار از اینجا خشت پخته بیرون بله تا 15 هزار خشت میگیریم هر پخته بغیر از اون که استحصال میشه بازار استحصال 15 هزار میپذیم یعنی همین گونه جراحی نفتن میاد و اگر عموما ساعت کاری چگونه است ساعت کاری 8 تا 5 و شبها نوبتدار شبها نوبتدار اینو نفرانی که با آتش گذاری مشغول هستند اینا سه کس هستن 3 نفر نوبت کرده 8 ساعت کار میکنن خب نهایت کار همینجا است بله یعنی که در همینجا خشت میپزد و با اینجا با ماشین ها بار کردن میبرن در بیناهای بلندباشانه زیبا میسازن واقعا خیلی عجیب بود من هیچ وقت از این مثلا جراحی کشتبراری ندیده بودم هیچ وقت ولی وایب میگیرم خب و امروز از خیلی یک چیز غیر عادی بود برای من یک تجربه غیر عادی بود و احسان میگم با بچه‌هایی که کار میکنن تلاش میکنن چون کاری وزنی است خب ببینید بیننده عزیز خب من تقریبا 1 ساعت است که در داخل این کارگاه هستم در درون خاک و چنگ هستم و کمی هنگامی مثلا در داخل کارگاه بودن از چنگ و خاک زیاد نفسگیری هم که کمی سخت می شود ولی همین گونه زحمت های سنگین هستند که کشور آباد می شود همین گونه زحمت های سنگین هستند که بیناهای بلند آشیانه بنیاد می شوند دوستان عزیز برنامه میگویند که بود و ما امروز برای شما جریان آماده شوی خشت ها را نشان دادیم و مطمئنم که این برنامه برای شما پسند آمد تا دیدار دیگر سلام باشید خیر